امام حافظ عبدالغنی ابن قدامه مقدسی رحمت الله علیه در کتاب عمدة الاحکام گفتند که کتاب الصیام یعنی کتاب روزه. کتاب به معنای جمع و ضم، صیام در لغت عرب به معنای الامساک یعنی خودداری. مطلق خودداری را عرب ها صوم میگویند. بنابراین گفتند که صامت الفرس، اسب خودداری کرد. وقتی که اگر اسب از خوردن علف یا از شیعه کشیدن خودداری کند، عرب ها میگن که صامت الفرس، اسب خودداری کرد. و در لغت عرب صیام که ما مردم تاجیک روزه میگوییم به معنای خودداری هست. و در شریعت اسلام امساک مخصوص عن شخص مخصوص عن شیء مخصوص فی زمان مخصوص. علما رحمت الله علیه میگن که این یک امساک مخصوص است، خودداری مخصوص، یعنی خودداری مخصوص خاص در ماه مبارک رمضان است. از شخصان مسلمان عاقل، از شخصانی که بالغ هستند خودداری هست. از چیزی مخصوص یعنی از طعام و از شراب و از جماع و آن عملهایی که به اینها ملحق است، یعنی به اینها پیرو کرده می شود. و بنیت مخصوص میگویم بعضی علما، با نیت خاص. با نیت خاص یعنی برای تقرب الی الله، برای نزدیک شدن به سوی الله تعالی. فی زمان مخصوص، در زمان مخصوص، یعنی در ماه مبارک رمضان و از دمیدن صبح صادق تا غروب آفتاب.